توقف‌های بازار کرمان سیستم خارجی بودن از 7 آشنای عبارت می‌باشد. در توقف‌گاه 50 تک نوارهای ثبتی که بعد 24 ساعت 3 سیمه کار میکنند اپراتورها تحت نظارت قطعی نگاه داشته میشود و 500 تا تکنیکای امروزه جایی و ایستگاه دارد. با 2 لیفت تجهیز نموده شده از دو طرفش در مساحت 103 متر مربع جایگیر شده است. در درآمدگاه اولی بازار کرمان در یک سیستم درآمدن تا 500 ماشین میتواند که در توقف‌گاه استفاده برد و امروزه شما چکلی که میبینید کامپیوتری که در توقف‌گاه وصل کرده شده است جایهای خالی را نشان دادن، جایهایی که مثلا زمین است و اینا نشان میده که مثلا کجا خالی یا که بسته شده است میتونن در رای ایشان میگن. چی مشکلات هست؟ مشکلات حالا در توقف‌گاه ما اگر مشکلات در دچار نشده است همه بسته مای گرمی گذرانی بسته مای ضد آتش‌نشانی نصب کرده شده است و در حاضر بسیار از همه رانندگان خواهش میکنیم که در راههایی که اساسی در گرد و اطراف بازار است راهها را بند نکنند و از توقف‌گاه استفاده برند.